سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره راجع به ویزای شینگن یا شنگن صحبت کنیم و خب فکر نمی کنم همچین اطلاعاتی رو در مورد ویزای شنگن تا حالا کسی داده باشه. دلیلش هم اینه که میخوان ازش پول درارن. خب حقم دارن، ولی خب ما میخوایم یه راه آزاد، یه راه راحت‌تر برای گرفتن ویزا شنگن هم معرفی کنیم. از اون ور بیایم بگیم اصلا ویزا شنگن چی هست، چه جوریه، چرا ریجکت میشیم و بعد بگیم راهاش چیه و بنا به انتخاب خودتون و شرایط خودتون اون ویزا رو انتخاب کنیم و روش گرفتن اون ویزا رو انتخاب کنیم. خب ویزای شنگن ما در اصل به سه صورت هست. یکی A، تایپ A، تایپ B، تایپ C. تایپ A همون فرودگاهیه، تایپ B در واقع همون ترانزیتی بود که دیگه الان نیست و تایپ C همین چیزیه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، ویزای توریستی شنگن که میتونه یک بار ورود باشه، دو بار ورود باشه و یا مولتی باشه به عبارتی. پس ما داریم راجب ویزای توریستی شنگن حرف میزنیم که در واقع همون تایپ C. خب فقط سه نکته قبل از اینکه ما وارد بحث ویزای شنگن بشیم باید من بهتون بگم. یکی اینکه ما قبلا مثلا خود من اولین باری که می‌خواستم ویزای شنگن بگیرم میرفتم سفارت، یعنی رفتم سفارت. ولی خب الان دیگه اینجوری نیست. الان یه شرکت‌های واسطی اومدن، مثلا ویزامتریک، VFS، اینا اومدن که حالا برای در واقع کشورهای مختلف متفاوتن. اینا اومدن که هم شأن شما حفظ شه، همین که وقت سفارت هدر نره. در واقع اینا یک جوری جمع کننده این مدارک شما به صحیح ترین حالت ممکن و بعد اونا رو تحویل سفارت میدن. اینجوری هم در واقع شأن شما حفظ میشه به عنوان یک مراجعه کننده، همین که خب سفارت هم خیلی راحت مدارک رو میگیره و نظرش رو راجع به ویزا شدن یا ویزا نشدن میده. موضوع دوم اینه که بنا به اتفاقات سیاسی یک کشور شما باید تصمیم بگیرید که از کدوم کشور ویزای شنگن رو اقدام بکنید. مثلا همین الان در حال حاضر فرانسه راحت تر میده، آلمان راحت تر میده، از اون ایتالیا سختش کرده، سوئیس معمولیه. یعنی باید ببینید بنا به اون شرایط و اون زمان از کدوم کشور اقدام کنید. خود من تمام مدارکمو برای ایتالیا حاضر کردم، همه چیز حاضر آماده و شبش تصمیم گرفتم که فردا صبح نرم سفارت ایتالیا و تصمیمم هم کاملا درست بود و بقیه که رفتن ریجکت شدن، حتی با چند تا شنگن ریجکت شدن. و این در واقع باید حواستون هم به این موضوع باشه، مشاوره خوبی بگیرید که آقا تو اون لحظه کدوم سفارت داره بهتر ویزا میده. این نکته دوم. و نکته سوم اینه که اگر ایشالله ویزای شنگن رو گرفتید حتما دقت کنید که برای ورود به حوزه شنگن حتما از اون کشوری که ویزا گرفته، چون میدونید 29 کشور، حدود 29 کشور اگر اشتباه نکنم عضو در واقع شنگن هستن، ولی فقط شما باید دقت کنید اگر روزی شنگن رو گرفتی از فرانسه وارد شین. اینو بهتون اطمینان میدم که اگر فرانسه رو گرفتین بخواید از ایتالیا وارد بشین، در واقع آفیسر این اجازه رو داره که شما رو رد کنه. به این موضوع هم دقت کنید. پس این سه تا نکته رو قبل اینکه وارد مباحث شنگن بشیم خواهش میکنم دقت کنید. حالا بریم سراغ انواع ویزای شنگن که در واقع چیزی که شما این روزا میشنوید همینه. آقا ما گروهی اقدام کنیم برای ویزای شنگن یا اینکه انفرادی، و تفاوت این دوتا اقدام چیه؟ دوتا روش چیه؟ در واقع گروهی اقدام کردن ویزای شنگن همون خرید تور شماست از یک آژانس. یعنی شما میرید یک آژانس معتبر، میگید من میخوام تور اروپا بگیرم و اونا گروهی ویزا میگیرن، برای کل تور ویزا میگیرن. اما انفرادی یعنی چی؟ یعنی که شما خودت میری مدارکتو حاضر میکنی، آپلود میکنی، فرماتو پر میکنی، وقت میگیری، میری VFS یا میری ویزامتریک و کارتو انجام میدی و مدارکتو تحویل میدی، منتظر ویزات میمونی. حالا درصد قبولی ویزاهای گروهی معمولا بالای 90%. دلیلش الان بهتون میگم. اما درصد قبولی ویزاهای انفرادی هم کم نیست. خب حالا به این نکته دقت کنید که چرا ویزاهای گروهی میتونه درصد بالاتر قبولی داشته باشه. دلیلش اینه که چند تا آژانس هستن، به طور مثال برای فرانسه و سوئیس، به طور مثال 2-3 تا آژانس هستن که با سفارت رابطه خوبی دارن به هر دلیلی و اینا میگن که آقا جان ما تور گروهی داریم میبریم اروپا، مثلا میبریم فرانسه یا میبریم سوئیس. خب حالا چیکار کنیم؟ سفارت میگه که چون من به شما اعتماد دارم، شما هم به من اعتماد دارید، شما یک ضمانتنامه از همه مسافراتون بگیرید.
میتونه ضمانتنامه پولی باشه، مثلا 2 میلیارد، میتونه 3 میلیارد ضمانتنامه بگیره، میتونه سند خونه، سند هر جا و سندهای حتی تا 20 میلیارد هم در واقع این سندهایی رو بگیره که ضمانت برگشت اون مسافر به ایران. پس دلیل اینی که یک ویزای در واقع ویزاهای گروهی درصد قبولی بالاتر دارن اینه که سفارت مطمئنه اون آژانسه یک ضمانتنامه برگشت به ایران رو گرفته که از 2-3 میلیارد نقدی شروع میشه تا سندهای شاید 20 میلیاردی. پس ویزاهای گروهی به این دلیله که درصد قبولی بالاتری داره که تضمین یه جورایی تضمین شده است که اون مسافر برمیگرد. پس اینجا متوجه شدیم که مهمترین دلیل ریجکتی ویزای شنگن اینه که آفیسر اطمینان پیدا نمیکنه که مسافر برمیگرده ایران و تو تورهای گروهی و ویزاهای گروهی چون ضمانتنامه مالی یا سند گرفته میشه، آفیسری اطمینان رو داره که اون شخص برمیگرده ایران و راحت‌تر ویزا میده. این نکته رو دقت کنید که مهمترین دلیل ریجکتی همینه. آفیسر نمیدونه طرف برمیگرده یا میره اونجا اعلام به طور مثال اعلام پناهندگی میکنه یا از اونجا میره یک کشور دیگه اعلام پناهندگی میکنه. خب پس اگر دقت کنید، اگر دفعه اوله که دارید اروپا میرید یا ریجکت شدید دفعه قبلی یا حداقل یک ریجکتی تو پروندهتون هست، توصیه میکنم از تورهای گروهی استفاده کنید. ولی دلیل نمیشه با انفرادی هم کارتون انجام نشه. اما همیشه این توصیه هست اگر دفعه اولتون هست با تور گروهی برید. ولی دقت کنید، خود من دفعه اول انفرادی اقدام کردم و انجام شد. به اینم دقت کنید، یعنی نشد نداره، ولی احتمال ویزا شدن از تور گروهی و ویزای گروهی در دفعه اول شنگن شما راحت تره. این از این. اما وقتی تور میخرید دو تا اتفاق بد میفته، یه اتفاق خوب. دو تا اتفاق بد اینه که خب هزینه‌ای که شما بابت ویزا میدید در قالب تور هزینه زیادی که با تجربه‌ای که من دارم یه چیز بین 300 یورو تا 1000 یورو حتی از شما بابت ویزا فقط میگیرن در قالب تور که بهتون نمیگن و خب این هزینه زیاده بابت همون آشناییتی هست که دارن با سفارت و میتونن ضمانتنامه بگیرن. یکی این موضوع دومی که برنامه اون تور دست شما نیست، یعنی شما باید برید یک تور بخرید که مثلا گفته فرانسه مثلا میرم پاریس میرم بعد میرم مثلا ایتالیا میلان، تمام. خب و هیچ اختیار دیگه ای ندارید. این دوتا اتفاق بدیه که میفته. اما یه اتفاق خوبم میفته تو تورهای گروهی، اونم اینه که خیلی از مدارک رو شما حاضر نمی کنید، اصلا درگیر نمیشید. وقت سفارت نمیخواید بگیرید، فرم قرار نیست پر کنید، بلیت و ووچر هتل قرار نیست بگیرید، بیمه مسافرتی قرار نیست بگیرید و همین کار رو برای شما آژانس انجام میده. ولی در عوض خب یه سری مدارک شخصیتون مثل مدارک هویتیتون مثل پاسپورت و شناسنامه‌تون رو باید خودتون بدید، مدارک مالیتون رو باید خودتون درست کنید، مدارک شغلیتون هم همینطور و از اون ور سابقه سفر. خب اینا رو خودتون باید درست کنید. ولی از اون ور ووچر و بلیت و وقت سفارت و پر کردن فرم و اینجور چیزا رو شما ندارید و تقریبا خیالتون راحته که ویزا میشید. حالا برای ویزای انفرادی چه کارایی باید انجام بدیم؟ نکته مهم اینه که آقا شما 4 ماه قبل از سفرتون برنامه‌ریزی کنید. داستان اینه که برای ویزای گروهی این زمان لازم نیست. کافیه شما 2-3 هفته قبل از سفر اقدام کنید و آژانس بر شما اون ویزا رو طبق همون روش که گفتم میگیره، طبق اون در واقع روندی که آژانس‌ها دارن و نزدیکی که به سفارت‌ها دارن. اما از اون ور وقتی شما می‌خواید ویزای انفرادی اقدام کنید، کافیه 4 ماه تقریبا 4 ماه قبلش برنامه‌ریزی داشته باشید. چون 3 ماه شما نیاز دارین حساب بانکیتون رو درست کنید و گردش درست رو تحویل بدید. حالا برای بعضی جاها مثل ایتالیا 6 ماهه شده، ولی مثلا برای فرانسه 3 ماه هست. 3 ماه هم نیاز دارین شما این حساب رو درست کنید. یک در واقع وقتی هم میرید وقت سفارت میگیرید و زمان سفارت در واقع وقت VFS میگیرید یا همون شرکت واسط میگیرید که برید اونجا، از اونجا به بعدم 1 ماه زمان میخواد، حد اکثر از 1 هفته تا 1 ماه تا جوابتون بیاد. پس شد 4 ماه قبل از سفرتون باید برنامه‌ریزی کنید. از
حسابتون، درست کردن حسابتون و همینطور حالا بهتون میگم فیش حقوقیتون بابت اون حسابتون باید تقریبا یکی باشه و با هم بخونه. پس این 4 ماه رو داشته باشید. مثل ویزای گروهی نیست که 3 هفته 4 هفته قبل از سفر اقدام کنید و ویزاتون رو بگیرید. حالا مدارک شناسایی اینم بگم، من بعد از ویزای آخری اروپا، ویزای آخری که از فرانسه گرفتم، خلوشید 1 هفته بعد ویزام اومد. یعنی میتونه از 1 هفته تا 1 ماه بعد ویزا بیاد. اما شما 4 ماه رو داشته باشید. اگر ایتالیا بخواید اقدام کنید که توصیه نمی‌کنم، در حال حاضر که دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم ممکنه 2-3 ماه دیگه قضیه برعکس بشه ها، ولی الان در حال حاضر ایتالیا رو توصیه نمی‌کنم که اون 6 ماه میخواد. حالا اینکه ما چه مدارکی می‌خوایم، همه سفارت‌ها تقریبا یک چیز میخوان. حالا توی یه چیزی مثلا چند تا شما هم متفاوتن. مثلا یه سفارت بیمه شما رو میخواد، بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه تامین اجتماعی شما رو میخواد، یه سفارت نمیخواد. یعنی مثلا فرانسه نمیخواد این داستانو. حالا مدارکی باید داشته باشید چیه؟ مدارک شناسایی مثل پاسپورت و شناسنامه. حالا چیزایی که فارسی هستن هم باید برید ترجمه رسمی کنید و مهر در واقع دارالترجمه رو بزنید. خیلی از جاها هم ترجمه دادگستری میخوان. مثلا یک مدرک رو میگن آقا ترجمه دادگستری. مثلا فکر میکنم کانادا 1-2 تا مدرک رو ترجمه دادگستری میخواست و خب اینم باید دقت کنید که حتما سفارت تو لیست مدارکش اینو خواسته. عکس هم هست که اینم واضحه. حالا اینکه مشخصات عکس چیه بر هر سفارت تقریبا مشابهه. بریم سراغ مدارک مالی. یک پرینت حساب 3 ماهه میخوان که در واقع باید منطبق باشه با حقوق شما. چون مثلا اگه شما یک پرینت حساب 3 ماهه داشته باشید، بعد فرانسه فیش حقوقی هم از شما بخواد به عنوان کارمند، فیش حقوقی 3 ماهه میخواد که باید با هم منطبق باشه. یعنی اگه زدید مثلا من اینجا حقوق انقدر میگیرم، اون حقوق باید به حسابتون نشسته باشه، بعد خرجش کرده باشید و اون گردش رو داشته باشید که معمولا حقوق باید بالای 50 تومان باشه تو این تاریخ، 40-50 تومان برای فرانسه. و یک تمکن مالی هم میخواد. تمکن مالی برای هر نفر الان در حال حاضر تو تاریخ ضبط این ویدیو 300 میلیونه و اگر 2 نفر باشید 600 میلیون. تمکن مالی در واقع ثابت میکنه که شما پول کافی برای هزینه کردن در اروپا رو دارید. اگر اسپانسر داشته باشید به عنوان دعوت کننده از شما از اروپا و اون قول داده باشه در واقع اسپانسر مالی شما باشه، تمکن رو نمیخواد. خب اینم از مدارک مالی. بریم سراغ مدارک شغلی. اگر کارمند باشید، همونجوری که گفتم فیش 3 ماهه حقوقتون رو میخواد و نامه اشتغال به کار میخواد و همینطور خیلی از سفارت‌ها بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه تامین اجتماعی میخواد که باید برید از وبسایت بگیرید با بارکد و دیگه نمیتونید برید سابقه تامین اجتماعی بگیرید ببرید بیمه مهرش کنه. باید برید از وبسایت تامین اجتماعی با کد ملیتون وارد شید و با بارکد رو در واقع بگیرید و بعد ترجمهش هم میخواد. قاعدتا هر چیز فارسی ترجمهش رو میخواد، یا به زبان انگلیسی یا به زبان اون کشور. مثلا برای فرانسه انگلیسی و فرانسه. خب اگر صاحب یه شرکت هستید میتونید روزنامه رسمیتون رو بدید، آگهی تأسیس، آگهی تغییرات و همینطور پروانه بهره برداری. از اون ور کارت نظام پزشکی اگه دارید، کارت نظام مهندسی دارید، گواهی یا پروانه کاری رو دارید، حکم بازنشستگی اگه دارید، گواهی اشتغال به تحصیل و همینطور اگر شاغل نیستید مثلا خانه دارید، باید همسرتون رو به عنوان اسپانسر اعلام کنید. از اون ور خیلی از دوستانی که میگن ما شغلمون آزاده، نه بیمه داریم نه چیزی، من میگم که وقتی سفارت زده فقط اینا یعنی اگر زده شغل آزاد رو نمیپذیرم، به نظر من اقدام نکنید. چون خیلی از اونایی که شغل آزاد بودن ریجکت شدن، تعدادی هم ویزا شدن. ولی واقعا اگر شغل آزاد دارید یک روشی پیدا کنید برای اینکه مثلا کارمند جایی باشید. یعنی این راه بهتریه تا اینکه بگید من شغل آزاد دارم. حالا نمیدونم چجوری خودتون اینو پیدا کنید، ولی خب شغل آزاد اونقدر به نظر من شانس نداره. اینم از این. حالا بریم سراغ سابقه سفر. خب سابقه سفرتون هم چیزی نیست جز پاسپورتتون و ویزاهاتون و مهر ورود و خروج. سابقه سفرتون هم نیازه. چیزی که اینجا سخت میشه کاری بود که تو قسمت در واقع ویزاهای گروهی آژانس انجام میداد، بلیت و ووچر. یعنی شما باید هم بلیت ولید داشته باشید هم ووچر ولید داشته باشید. خب مثلا من
شرایطشو دارم از یه سری وبسایت ها میگیرم و از اون ور مثلا با بوکینگ هم میخرم چون کارت ویزا دارم. خب بقیه چی؟ مثلا الان یه اسم نمیبرم، یه وبسایتی هست که بلیطو میتونید ازش بخرید، یه هزینه‌ای هم بدین برای اینکه بتونید هر موقع خواستین بلیطو مرجوع کنید. خب مجبورید اون هزینه رو بدید، بلیطو بخرید، بدید در واقع سفارت و بعد که کارتون راه افتاد اون بلیطو مرجوع کنید. برای گرفتن ووچر هم خیلی از آژانس‌ها براتون این کار رو انجام میدن. البته هم بلیط و هم ووچر رو برید یه پولی بدید براتون ووچر میگیرن از یه هتلی، از فقط ازشون درخواست کنید که این ووچر ولید باشه، چون اون سفارت تماس میگیره و یا یه بارکدی داره که میتونه بارکد رو اسکن کنه و اصلا ببینه که آیا این در واقع بوکینگ انجام شده یا نه. پس ووچر ولید و بلیط ولید خیلی مهمه، به این دقت کنید. اینم از این. اما میریم سراغ اسناد سفر. خیلی از مواقع دعوتنامه هم نقش داره. یعنی شما دعوتنامه دارید از یک رویدادی، دعوتنامه دارید از یک کنفرانسی یا یک شرکتی یا یه همایشی، یا اصلا نه، مثلا برای فرانسه از شهرداری باید دعوتنامه رسمی داشته باشید که مثلا خانواده‌تون اینجا ساکنن و شما رو دعوت میکنن. به طور مثال اون دعوتنامه هم اگر دارید اضافه کنید. نرید دنبال دعوتنامه. دقت کنید، این یه نکته خیلی مهمیه. به هیچ وجه دنبال دعوتنامه نرید و نکنید که بگید آقا این کار نکنید که بگید من اگه دعوتنامه داشته باشم کارم جلوتره، ممکنه احتمال ویزا شدنم بیشتر باشه. نه، اگر دعوتنامه دارید ازش اقدام کنید، نرید دعوتنامه درست کنید و یه چیز جعلی. اینم دقت کنید و خب خیلی اینم موضوعی که مخصوصا توی کانادا خیلی دردسر درست کرد. میگفتم آقا ما براتون دعوتنامه درست می‌کنیم، همه دعوتنامه شبیه هم. خب یارو میبینه 100 تا تو روز داره بررسی میکنه، میبینه 50 تا دعوتنامه شبیه هم داره اونجا، خب ریجکتشون میکنه واضح. پس اگه دعوتنامه دارید برید سراغش. بیمه هم باید خودتون بگیرید، یعنی بیمه تامین اجتماعی که هستید، نه بیمه ارزم به حضورتون سفر که معمولا از سامان میگیریم ما و خب باید این بیمه هم مهرموم خود شرکت رو داشته باشه، یعنی نسخه مهر شدهش باشه. و از اون ور کار سخت‌تر باز پر کردن فرم سفارته. اینم کاری بود که تو ویزاهای گروهی آژانس بر شما انجام میداد، اما فرم سفارت اینجا باید خودتون پر کنید. هیچ چیز سختی نیست. من توی این قسمت حتما یک ویدیو میسازم و براتون آماده میکنم که اصلا چیز پیچیده و سختی نیست. و از اون ور وقت گرفتن، این وقت گرفتن هم باز باید خودتون انجام بدید، یا برید از شرکت های واسطی که مدام دارن وقت میگیرن وقت رو بخرید. یعنی باز این وسط یه شرکت واسطی هستن که به شما وقت میفروشن، ولی خب خودتون هم میتونید وقت بگیرید. یه ذره سخته ولی قابل انجامه. این هم من براتون در واقع انجام میدم، هم وقت گرفتن هم پر کردن اون فرم سفارت رو من براتون تو 2 تا ویدیو انجام میدم. پس نگران این موضوع هم نباشید. حالا بعضی سفارت ها اول وقت میگیرید، مثل ایتالیا اول میاد یه سری اطلاعات پر میکنید، بعد مثلا 1,700,000 تو این تاریخ پول میدید، بعد در واقع فرمتون که تموم شد بهتون ایمیل میزنن که آقا وایسید تا ما بهتون وقت بدیم. شما وای میسین تا بهتون ایمیل بشه. تقریبا 1 ماه طول میکشه این قضیه تا براتون ایمیل بشه و وقتی براتون ایمیل شد شما تازه میتونید وقت بگیرید و برید فرمو دانلود کنید و پر کنید. بعضی سفارت‌ها برعکسه، مثل فرانسه اول باید یه فرمی رو پر کنید توی وبسایت سفارت، بعد برید تو VFS مثلا وقتتون رو اونجا بگیرید. حالا روش ها متفاوته، به این دقت کنید که این روش ها متفاوته، ولی به هر حال این وقت گرفتن و فرم پر کردن 2 تا چیزی که لازمه. من بر هر دوتاش ویدیو میسازم. خب هزینه ای هم که مثلا وقتی میرید VFS، مثلا VFS فرانسه، هزینه‌ای که باید بدید بابت کل این کارهای برای بزرگسال 90 یورو، فکر کنم برای کودک زولش 45 یوروه. 12 تا فکر کنم 6 تا 12 سال بعد یه 20 یورو هم این وسط هزینه‌های اضافی این ور دارید. اگر عکس مجدد نخواهید بگیرید، کپی نداشته باشید و کارهای دیگه، ارسال به پاسپورت به خونتون رو نداشته باشید و یه سری کارهای دیگه، تماس‌های تلفنی اینو تیک نزنید که اینا رو بر من انجام بده، معمولا همون 90 یورو به اضافه 20 یورو. برای کودک 6 تا 12 سال هم هولوش 45 یورو هزینه داره و این تمام هزینه‌ای هست که شما باید بدی. 300 یورو کجا؟
1000 یورو کجا و این 90 یورو کجا؟ میدونید اونجا 300 تا 1000 یورو تقریبا از شما بابت تو ویزای گروهی و بابت ویزا میگیرن و خب بابت چیزی که بلدن و خب کارشونه دیگه. حالا خیلی هم خورده نمیشه گرفت این موضوع، ولی خب اگه همه این کارا رو خودتون بتونه انجام بدید با همون بشه 100 یورو کارتون، 110 یورو کارتون راه بیفته. اینم از این. بریم سراغ مبحث بعدی. بریم سراغ این مبحث که چرا توی ویزاهای انفرادی امکان شکست یا ریجکت شدن بیشتره. مهمترین دلیل رو بهتون گفتم. مهمترین دلیلی که آقا آفیسر قانع نمیشه که شما برمیگردید، اما ما چه کاری میتونیم بکنیم که به صورت انفرادی آفیسر رو قانع کنیم به برگشتمون؟ مهمترینش مدارک شغلی شماست که آقا این مثلا 15 ساله داره کار میکنه، 10 ساله داره کار میکنه یا 5 ساله داره کار میکنه و این بیمشه، این حقوقشه، این مزایاشه، این در واقع کارشه که برمیگرده سر کارش دیگه. این آدم مهمترین دلیل اینه. و دلیل دوم سابقه سفر شماست. آقا سابقه سفر خوب در واقع نشون میده شما آدم بمونی نیستی، برمیگردی سر جات. و یک دلیل ریجکتی که این روزا بیشتر برای کانادا هست اینه که آقا شما مقیم یک کشور دیگه هم باشی، مثلا مقیم امارات باشی و از ایران بخوای اقدام کنی، این اتفاق میفته که آفیسر میگه این آدم بالقوه میتونه جای دیگه ای زندگی کنه و احتمالاً هم میخواد بره اون کشور من زندگی کنه، پس ویزای توریستی بهش نمیدم. به این نکته دقت کنید. اگر مقیم امارات، قطر یا هر جای دیگه ای هستید از همونجا اقدام کنید، خیلی راحت تر ویزا بگیرید، خیلی راحت تر. به این نکته هم دقت کنید. دومین دلیلی که امکان ریجکتی ویزای انفرادی رو بالا میبره موجه نبودن هدف سفره. تو ویزای گروهی هدف سفر موجهه، آقا اینا میخوام برای یه تور برن و برگردن، ولی تو ویزای انفرادی شما باید بنویسید هدفتون از سفر چیه، تو اون فرم پر میکنید، بعد که مینویسید میگید من میخوام برم مثلا اینجا ببینم، اینم وچرمه، اینم بلیطمه، خب موجهه. ولی اگر موجه نباشه ممکنه ریجکت بشید. دلیل سومی که ممکنه ویزای انفرادی در واقع ریجکت بشن ارائه مدارک تقلبی و جعلی. معمولا آژانس‌ها برای تورهای خودشون و اون ویزاهای گروهی این کارو نمی‌کنن، چون ویزای گروهی اگه این کارو بکنن خب کل گروه و تور میپاشه. ولی افراد که میخوان خودشون ویزا بگیرن فکر میکنن یه ذره زرنگن، مثلا بلیت رفیقشون رو برمی‌دارن فتوشاپ میکنن، ووچر رفیقشون رو برمی‌دارن فتوشاپ میکنن، یا یه ووچر پیدا میکنن تو اینترنت فتوشاپ میکنن میدن اونجا و نمیدونن که آقا جان ممکنه طرف پیگیری کنه، یه زنگ کارش دیگه، آقا اینجا رزرو کرده نه، یا اصلا الان مثلا ووچرای بوکینگ یه بارکد داره، راحت اسکن میکنی میفهمی بله این آقا این تاریخ رزرو کرد به همین راحتی. خب پس اصلا از در واقع ارائه مدارک تقلبی و جعلی واقعا جلوشو بگیرید، نذارید این اتفاق بیفته. یه اتفاق دیگه که بیفته برای یکی از اقوام منم افتاد، مدارک دوستان و اقوام منم افتاد مدارک رو ناقص میدن و فکر میکنن چون سابقه سفر خیلی خوبی دارن و مثلا خیلی الان دستشون پره و حسابشون هم پره، مدارک رو ناقص میدن. این اتفاق برای یکی از اقوام منم افتاد و تقصیر خودش هم نبود، داده بود یکی دیگه براش بفرسته و اون یکی دیگه مثلا یه مدرک رو نذاشته بود، مثلا تمکن مالی رو نذاشته بود توش، تموم ریجکت میشه. ولی خب الان خود اون در واقع مجموعه واسط که VFS باشه یا هر شرکت دیگه ای، اون خودش میاد مدارک رو چک میکنه یکی که آقا همه چیز سر جاش باشه، همه چیز درست باشه. ممکنه اون هم اشتباه کنه به هر حال، پس خودتون اشتباه اگه کردید ممکنه اون اشتباهتون رو بگیره، بگه آقا این مدارکتون ندارید، اینو ناقص دارید، ولی به هر حال اون هم ممکنه اشتباه کنه و اون چیزی که شما فراموش کردید هم فراموش کنه و تمام، و اینجوری در واقع شما ریجکت میشید. نکته خیلی خیلی مهم، مثلا توی فرانسه یه دلیلی که ریجکت انجام میشه اینه که آقا گردش، اگر شما کارمند هستید و گردش 3 ماهه میدید و فیش حقوقی 3 ماهه هم باید بدید. اینکه این فیش حقوقی با اون گردش مالیتون نخونه، یعنی اون مقدار پولی که شما به دست آوردین تو حسابتون نریخته شده باشه، اون مقدار پولی که فیش حقوقیتون از تو حسابتون نریخته شده باشه، این باعث میشه که خب آفیسر بگه خب اینجا یه چیزی میلنگه. اینم یکی از اون دلایله.
و تمکن مالی هم بسیار مهمه که نشون میده شما توانایی خرج کردن و در واقع توی اروپا رو دارید، میتونید از عهده هزینه‌های تور، از عهده هزینه‌های سفرتون بر بیاید، چه بلیط باشه، چه هتل باشه، چه خوراک باشه. ولی این تمکن مالی در این تاریخ باید یه چیز حدود 300 تومان باشه بر هر نفر و اگر زوج هستید 600 تومان. خب این تمکن مالی اگه بیشتر باشه چی؟ واقعا توصیه میکنم تمکن مثلا 3 میلیاردی، 30 میلیاردی، 300 میلیاردی ندید و این به نظر من میتونه ریجکتتون کنه، چون یه پول زیاد هم نشون میده شما اونقدر دارید که برید اونجا خونه بخرید و بمونید و اصلا هیچ اتفاقی نیفته. خیلی از موارد تو کانادا بیشتر تمکن مالی زیاد باعث ریجکت میشه. تو انگلیس هم همینطور، تو انگلیس هم دقیقا همینطور. پس دقت کنید که آقا تمکن مالی الان 300 تومانه تو این تاریخ. ممکنه اگه دلار رفت بالا، الان دلار قیمتش 84 تومانه، تمکن مالی 300 میلیونی کافیه. اگر دلار رفت بالا همین نسبت رو شما روی تمکن مالی داشته باشید. خب این از ویدیو اول در مورد ویزای شنگن که همه چیزو بهتون گفتم. اول گفتم تایپاش چیه، بعد گفتم دو نوع داریم، گروهی و انفرادی، مزایا و معایب هر دوشو گفتم. و خب 2 تا ویدیو دیگه مونده. شما این 3 تا ویدیو رو ببینید، مثلا از طریق سفارت فرانسه یا ایتالیا میتونید خودتون اقدام کنید، میتونید به صورت انفرادی، ولی با توجه به توصیه‌ای که توی این ویدیو کردم. یعنی آگاه باشید اگه انفرادی اقدام میکنید شانستون کمتره، ولی بازم آگاه باشید اگه به صورت انفرادی اقدام میکنید و مدارکتون کامل باشه و آفیسر رو قانع کنید به برگشت به ایران با مدارک شغلی و سابقه سفرتون، خیلی راحت میتونید به صورت انفرادی هم ویزای خودتون رو بگیرید. اما من هم خودم میتونم براتون این کار رو انجام بدم با مبلغ خیلی کمتر، ولی خب به هر حال من دارم این کار رو میکنم که شما خودتون بتونید این کار رو انجام بدید. ولی اگر باز ترس دارید از این کار، من هم میتونم کمک کنم، در کنارتون باشم و این کار رو براتون انجام بدم. تا 2 تا ویدیو آینده فعلا بدرود.